علیکم دوستان عزیز، مردم شرفمند نوع فرخار جماعت دیوت خراسان دهه تاجیکستان دو و میرویم امروز نصیب باشه امروز در نقشه است که محله تاجیکستان دو محله است که این طرفش و دهه نوروز معروف است، طرف تیو تبرز میگن، طرف اینا سر منزلو این طرف نصیب باشه امروز کار سر میشوه، این طرف باشه نصیب باشه طرف خونه میرویم. ببینید الکی بیتوما صحبت‌ها گرم کردن، بیتون گرم کشید معنیش است که ان شاء الله چی کار شروع میشه. این طرفش خونه بابا حاجی حلیم اکرم با امینو مشوره نصیب باشه امروز صحبت‌ها ببین کاتو کرده ایستادن، این ببین کاتو است ان شاء الله تو طرف بعضی جمع مردم گریدر بعضیو کاتو گفتیم که بیتوم آماده است ان شاء الله نصیب باشه امروز 20 سپتامبر سال 2025 کار در طرف خونه بابا حاجی حلیم اکرم و طرف تویوتا بز دهه نوروزی شروع میشه. به همه شما آبادانی را به همه شما این زیبایی وطن مبارکباد گفته خدا کنه که در تمام سرزمین تاجیکستان جان و تمام ناحیه‌های تاجیکستان خیلی آبادانی ها زیبایی های وطن شود روز به روز خوبتر و بهتر شود. زنده باشین، سلامت باشین.